سلام خدمت دوستان و بینندگان عزیز. من جلال روشن هستم. از این به بعد در کانال یوتیوب کلکتیو به همراه دوستانم در مورد مسائل جاری که در ایران در جریان هستش، اعتراضات و مبارزات مدنی که در حال حاضر در جریان هستش صحبت خواهیم کرد با شما. تقریبا میشه گفت که اولین برنامه کانال یوتیوب کلکتیو رو دارید تماشا میکنید. مسائل مهمی در حال حاضر در ایران در جریان هستش. تقریبا میشه گفت که 1 ماهی هست که از اعتراضات سراسری در ایران میگذره و سوالات مهمی در مورد مخصوصا میزان مشارکت منطقه آذربایجان، منطقه ترک‌نشین آذربایجان مطرح هستش. در این برنامه سعی خواهم کرد که به طور اجمالی خیلی کوتاه در این مورد صحبتی داشته باشیم، با هم آنالیزی رو مطرح بکنیم، این مسئله رو مطرح بکنیم و صمیمانه با هم مسائلی رو مطرح بکنیم که فکر میکنم که در مدیاهای مختلف، مخصوصا مدیاهایی که میشه اونها رو رسانه‌های مرکزگرا مخصوصا کاتگوریزه کرد، نخواهید شنید. مسئله تقریبا میشه گفت که این مخصوصا این مورد رو، یعنی میزان کم مشارکت منطقه آذربایجان و مخصوصا ترک ها رو در ایران، ترکان آذربایجان جنوبی مخصوصا رو عرض میکنم، به 2 دلیل و یا از 2 بعد میشه این رو بررسی و آسیب شناسی کرد. میدونید که هر مسئله‌ای چه منفی چه مثبت ابعاد تاریخی داره، یعنی ریشه های تاریخی داره. ترکان آذربایجان در حال حاضر میشه گفت که کمی بیش از و یا کمی از نصف جمعیت ایران رو تشکیل میدن. میدونید که آماری در خصوص مخصوصا در سالهای اخیر در دوره رژیم اسلامی آماری مبنی بر میزان اتنیک ها وجود نداره، ولی خب میشه این رو با یک حساب سرانگشتی، با احتساب جمعیت استان ها به دست آورد. ولی خب علیرغم جمعیت زیاد و قابل توجه ترکان در ایران، مخصوصا این رو میدونیم که تراکم ترکان در منطقه آذربایجان که ما اون رو منطقه آذربایجان جنوبی مینامیم بیشتر هست، یعنی تراکمش بیشتر هست. البته ترکانی که در مناطق مرکزی ایران هستند، مثلا ترکان قشقایی یا ترکان خلج، ترکان افشار، در مناطق مختلف یا ترکمن ها هم ترک نژاد هستند وجود دارد. ولی خب تراکمش و از لحاظ تقریبا میشه گفت که بعد سیاسی تر هستند ترکان آذربایجان. ولی خب علیرغم این جمعیت زیاد و جمعیت قابل توجه در تاریخ معاصر ایران متاسفانه میشه گفت که
به صورت سیستماتیک مورد هم ظلم اتنیکی و زبانی قرار گرفتند و از مشارکت سیاسی که بایستی وجود می داشت در قالب دولت و حکومت از زمان پهلوی تا پهلوی اول، پهلوی دوم و حکومت جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر داره ادامه پیدا میکنه، مشارکت 0% داشتن از لحاظ سیاسی. ولی مسئله اینجاست که خب از لحاظ از دید دولت، از دید رویکرد دولتی که ما این رو میدونیم و زیاد هم متعجب نیستیم، ولی خب تعجب ما در حال حاضر اینه که اپوزیسیونی که هم در داخل کشور و هم در بیرون کشور هستش، به عنوان اپوزیسیون، به عنوان مخالف رژیم اسلامی، همون رویکردی رو داره که جمهوری اسلامی با ترکان داره. یعنی رویکرد جمهوری اسلامی دقیقا موازی با رویکرد اپوزیسیون هستش، اپوزیسیون که مرکزگرا هستش و میشه گفت که کاملا چشم پوشی میکنه از حقوق کلیه اتنیکا، مخصوصا ترکا و عرب ها، و نگاهی انکارگرایانه داره. یعنی اساساً کلمه ترک رو قبول نداره. دقیقاً مسئله آذری و شما آذری زبان هستید، آذری ها هم همون از نژاد آریایی هستند. اساساً یک نگاه انکارگرایانه وجود داره. این در متاسفانه در اپوزیسیون هم هست. اپوزیسیونی که در خارج کشور دارای مدیاهای زیادی هستش، دارای حمایت بین المللی هستش، ولی و این رو هم بگم که خیلی به صورت تراژیکومیک ادعای این رو داره که ما بیشتر و بهتر از همه مدافع حقوق بشر از هر نوعش هستیم، هم از نوع زبانی، هم از نوع مذهبی، هم از نوع دینی و از کلیه حقوق انسانی که در منشور سازمان ملل متحد هستش وجود داره. این تضاد و این نوع تضادها دلیل عمده‌ای هستش که در مقاطع مختلفی که اعتراضات در ایران شکل گرفته، که این رو میشه از اعتراض سال 88 حرکت سبز میشه دید تا به اکنون در آذربایجان این نگاهی که خالی از اعتماد هست و کاملا هم محق دیده میشه. یعنی اون اعتراضاتی که در مرکز و یا به صورت فکری، نه به صورت جغرافی، به صورت فکری مرکزگرایانه هستش، آذربایجان و ترکان آذربایجان مشارکت ضعیفی دارن و چون که حس اعتماد به اپوزیسیون ندارن، یعنی نمیتونن اعتماد بکنن، چون که همون دیدی رو میبینن از اپوزیسیونی که خارج کشور هستش و هم از اپوزیسیون داخل کشور. همون دیدی رو میبینن، همون رویکردی رو میبینن که جمهوری اسلامی نسبت بهشون روا داشته و البته حکومت پهلوی. خب این رو خدمتتون عرض بکنم که این از یک طرف. از طرف دیگه بعد جنگ ایران و عراق اعتراضات عدیده‌ای از طرف ترکان آذربایجان
مطرح شد، حرکت های آزادی خواهانی البته به صورت ضعیف وجود داشت قبل از اون، ولی خب بعد از جنگ ایران و عراق وقتی که تقریبا میشه گفت که جنگ تموم شد و مسئله دشمن خارجی از بین رفت، این تهدید از بین رفت، آذربایجان هم به تقریبا میشه گفت به خودش اومد و خواهان حقوق اتنیکی، حقوق زبانی و حقوق اولیه انسانی خودش شد. اعتراضات و حرکت‌های آزادی خواهانه زیادی در تبریز، در اردبیل، در ارومیه، در زنجان، در همدان، در قزوین و مناطق رکنشین به وجود اومد. ولی علیرغم اینکه این حرکت‌های آزادی خواهانه که بسیاری هم یعنی اکثریتش خیابانی بود و به طرز خیلی وحشیانه‌ای از طرف رژیم جمهوری اسلامی سرکوب شد و خیلی در حافظه تاریخی آذربایجان جنوبی، مردم ترک آذربایجان جنوبی حک شد، ولی علیرغم این مسائل متاسفانه هیچ عکس‌العملی حتی منفی چه مثبت حتی منفی در اذهان و افکار عمومی ایران، مخصوصا الیت جامعه غیر ترک زبان، غیر ترک، مخصوصا مرکزگرا دیده نشد. من خاطرم هست که وقتی که در سال 1300 تقریبا میشه گفت 74 شمسی در تهران پرسشنامه‌ای از طرف سازمان سنجش افکار صدا و سیما در بین مردم پخش شد. یک آنکتی بود، یک نظرسنجی بود، یک فرمی بود که علنا ترک ها رو به استهزا گذاشته بود، یعنی مسخره کرده بود و بسیار واقعا غیر انسانی بود و حرکت‌های اعتراضی زیادی در دانشگاه‌های مختلف تهران و تبریز و سایر شهرها به وجود اومد و متاسفانه هیچ حرکت اعتراضی از طرف غیر ترک زبان ها ما ندیدیم. اگر می بود خیلی با ارزش بود، ولی متاسفانه این عملی نشد. بعد از اون هم پس از سال 1374 حرکت های زیادی انجام شد. نمونه های بارزش رو من میتونم به حرکت های اعتراضی که حتی میلیونی بود در قلعه بابک که هر ساله برگزار میشد و خیلی از شرکت کنندگان در اون مراسم دستگیر شدند و به زندانهای کوتاه مدت و بلند مدت نسبت به اون جرمی که بهشون منتسب شد و محکوم شدن. ما دیدیم دوستان زیادی رو که متاسفانه زندانی شدن و مورد ظلم واقع شدن، مورد شکنجه واقع شدن و در همون مراسم قلعه بابک بسیاری از دوستان مورد ضرب و شتم واقع شدن. اینها در گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در اون زمان وجود داره، میتونید مراجعه کنید و ببینید. ولی متاسفانه باز هم به غیر از ترک زبان ها فعالین آذربایجان عکس العمل دیده نشد. حرکت های اعتراضی خیلی عمیق و گسترده‌ای در آذربایجان وجود داشت، ولی فقط در آذربایجان، در مناطق آذربایجان، یعنی همراهی وجود نداشت و الان هم وجود نداره.
در سال 1385 شمسی شاید ما همه به خاطر داریم، چون که اون روزها در اون مناطق بودیم، در تبریز، در اردبیل، حتی در تهران، کاریکاتور به اصطلاح طنز روزنامه ایران رو به یاد داریم که در روزنامه دولتی ایران منتشر شد و هموطنان خودشون رو به سوسک شبیه کرده بود، تشبیه کرده بود در اون کاریکاتور. و حرکتی که از پس اون در کلیه دانشگاه ها و مدارس و حتی در شهرها و در کف خیابون به وجود اومد واقعا میلیونی بود. در تبریز، در اردبیل، در خوی، در مرند، در ارومیه، در همه جا همه اعتراض کردند، همه در خیابون بودند و به این مسئله اعتراض کردند، اعتراض خودشون رو انجام دادن و بسیاری از دوستان هموطنانمون دستگیر شدند و تنی چند از هموطنانمون که در اون اعتراضات شرکت کرده بودند متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن، زیر شکنجه و یا با تیر مستقیم نیروهای امنیتی. ولی متاسفانه باز هم هیچ عکس‌العملی از طرف اپوزیسیون و یا مخالفینی که ادعای مخالفت با جمهوری اسلامی دارند و ادعای این رو دارند که ما مدافع حقوق بشر هستیم، ادعای این رو دارند که ما اگر بیاییم به جای جمهوری اسلامی حکومتی دموکراتیک، حکومتی لاییک، حکومتی انسان محور خواهیم داشت. ولی متاسفانه هیچ عکس‌العملی ندیدیم و مشاهده نکردیم. این ادامه دار بود ماجرای برنامه فتیله و بسیاری از مسائل و اعتراضاتی که در ابعاد مختلف، در مقاطع مختلف در آذربایجان و مناطق خودکشی در جریان بود و در حال حاضر هم در جریان است. ولی خب در خصوص مسئله اخیر، این تقریبا میشه گفت که بعد تاریخی است. ما این رو میتونیم تعمیم بدیم و ببریم به یکم عمیق‌تر، یعنی به سال 1945، یعنی 1324 1325 و اون ماجراهایی که در قضیه حکومت ملی آذربایجان به وجود اومد و همه شهرهای آذربایجان رو از لحاظ انسانی با خاک یکسان کردن، یعنی 35,000 نفر رو قتل عام کرد حکومت محمد رضا پهلوی. ما اون مسائل رو زیاد عمیق بهش نمیپردازیم. شاید در برنامه‌های آتی که حتما هم دوستان و مهمانانی که در این مورد دعوت خواهیم کرد به صورت جداگانه همین مقاطع تاریخی رو صحبت میکنیم و بهش میپردازیم. ولی خب در این برنامه ما سعی خواهیم کرد که در خصوص این اعتراضی که در حال حاضر هم در جریان هست، 1 ماهی هست که شروع شده در مورد خانم مهسا امینی که در تهران متاسفانه به دست ماموران گشت ارشاد کشته شد و جونش رو از دست داد و هنوز هم این قضیه ادامه داره و این اعتراضات به حق ادامه داره. خب چرا در آذربایجان ضعیف هستش یا در آذربایجان نسبت به مناطق دیگه ضعیف برخورد شد؟ چون که این رو خدمتتون عرض کنم، گروه و یا گروه هایی که در خارج کشور و یا در داخل کشور ادعای اپوزیسیون دارن، ادعای مخالفت دارن و ادعای این رو دارن که
اگر بیان روی سر کار، اگر بیان روی کار به صورت و دولت تشکیل بدن و حکومت تشکیل بدن، اولا چه نوع حکومتی بایستی تشکیل بشه، این از دید ما مبهم هستش. یعنی این اپوزیسیون هیچ نوع نقطه نظری در این مورد به صورت شکل و روح این حکومت متاسفانه مطرح نمیکنه. فقط میگه که حکومت ما دموکراتیک خواهد بود. خب این مسئله البته که دموکراتیک خواهد بود، ولی خب ابزار این دموکراسی چگونه خواهد بود؟ آیا شما به صورت پادشاهی میخواهید اپوزیسیون رو، این دموکراسی رو برگزار بکنید؟ یعنی شما به صورت در جایگاه اپوزیسیون که در حال حاضر اپوزیسیون هستید و در آینده اگر دولتی تشکیل بدید، حکومتی تشکیل بدید، به سر کار بیایید، آیا حکومتی که مونارشی خواهد بود، یعنی سلطنتی خواهد بود، به اون صورت میخواهید تشکیل بدید و یا به صورت جمهوری خواهد بود و یا به هر شکل دیگه، و یا کشور به صورت فدرال اداره میشه و یا به صورت مرکزیتی اداره خواهد شد؟ این مسائل مبهمی هستش. و در طول 150 سال اخیر آذربایجان از دوران مشروطیت به این طرف فقط خون داده و در مقابل این خون هیچ چیزی دریافت نکرده به غیر از چماق و توسری و جوک هایی که در کل ایران پخش و پلا هست و همه بدون در نظر گرفتن این که این جوک رو به سوی هموطنمون به صورت یک گلوله شلیک میکنیم، همه این رو مطرح میکنن و میخندن. یعنی متاسفانه وضعیت اجتماعی ما هم زیاد خوب نیست و همین دلیل مردم آذربایجان که بنده هم یکی از اونها هستم، اعتمادی به اپوزیسیونی که ادعای رهبری آینده رو داره نداریم. این یک مسئله‌ای که بایستی در بخش دوم بهش اشاره کرد اینه که متاسفانه بخش‌هایی از اپوزیسیون و یا افرادی که در اپوزیسیون هستند هنوز به هر حال شاید سالی رو که در اون دارند زندگی میکنند نمیفهمند و یا در احتمالاً متوجهش نیستند. یعنی سالی که در اون زندگی میکنیم اولا 1003 هستش و سال 2022 میلادیه، یعنی سالی که در حال حاضر، زمانی که ما در حال برگزاری این پروتستوها هستیم، این اعتراضات هستیم، پارالل ما به موازات ما در جهان غرب، در کشورهای پیشرفته پیشرفت‌هایی از لحاظ علمی انجام میشه که حقیقتاً واقعاً بسیار بسیار فکر کنم 200 سال 300 سالی از ما جلو هستن. ما هنوز اندر خم یک کوچه مانده ایم و در خم اولیه هستیم. این دوستانی که توی اپوزیسیون هستن و به وسیله توییتر، اینستاگرام و یا شبکه‌های اجتماعی که در دستشون هستش و استفاده میکنن، دیدید شما هم پخش شده، این نگران میکنه اتنیک هایی که در ایران هستش، اتنیک هایی که غیر فارس هستن و متاسفانه
با علیرغم اینکه خواستهایی در مورد حقوق اتنیکی خودشون دارن از طرف حکومت مرکزی و همچنین اپوزیسیون دارند که سرکوب میشن. به هر ترتیب این ویدیوها پخش شد و در اون ویدیوها دیدیم که اشخاصی که به صورت چطور بگم تقریبا مشهور هستند، هنرمند هستند و یا منتسب به هنرمندان هستند و یا سیاسی هستند، علنا فرق این رو نمیدونن که اشخاصی که به اونها حکومت میکنند در کاتگوری اتنیک نیستن. یعنی فرد پا میشه این رو میگه که برید خیابون به هر چی ببخشید عرب دیدید بکشید، که این رو اگر اتنیک غیر فارس میشنوه میگه که خب این اپوزیسیون اگر بیاد سر کار چه بلایی سر من خواهد آورد. و یا توهین ها و دشمن تراشی ها و یا رفتارهای دشمنانی که با غیر فارس انجام میده و به این حالت رو کرد دارند. این مسئله خیلی مهم هستش. این تقریبا میشه گفت که خیلی خلاصه دلایلی هست که ما میشه این رو مطرح بکنیم که چرا آذربایجان و شهرهای آذربایجان و ترکان آذربایجان کمی ضعیفتر در این اعتراضات شرکت کردن. به عنوان جملات آخر این رو مطرح بکنم که تضادهایی که در جمهوری اسلامی ایران در اجتماع وجود داره، یعنی این پارادوکس ها به موازات هم نیست. یعنی دردها و تضادهایی که اتنیک غیر فارس با حکومت جمهوری اسلامی داره و با کل نظام داره و با کل اون ذهنیت داره، اون تضادها به موازات اون تضادهایی که بخش فارس زبان و بخش فارس جامعه که به عنوان تقریبا میشه گفت از لحاظ فرهنگی و از لحاظ حکومتی دولتی در رأس حکومت هستش، در داخل حکومت هستش و صاحب حاکمیت هستش، یکسان نیست. به همین دلیل اون تضادها وقتی که رو در روی هم قرار میگیرن، البته که رفتاری که هر گروه خواهد داشت متفاوت خواهد بود، هر گروه رفتار متفاوتی خواهد داشت در قبال این اعتراضات و پروتست‌ها و این طبیعی خواهد بود. و این رو هم عرض کنم وقتی که در تهران و یا در دیگر شهرهایی که ترک‌نشین نیستن، البته تهران ترک‌نشینه ولی خب به عنوان پایتخت ما قبول داریم، اون خواستهایی که و مطالباتی که دارن با بخش اتنیکی، مخصوصا اتنیک ترک آذربایجان یکسان نیست. مطالبات آذربایجان بیشتر از دیگر بخش جامعه است، یعنی تقریبا میشه گفت با یکسان هست با بخش اتنیک عرب، بخش اتنیک کرد و بخش اتنیک بلوچ. و این رفتار به این حالت میشه کاتگوریزه کرد این رفتار رو و به نظر من هم طبیعی خواهد بود. من تشکر میکنم از شما که این برنامه رو دیدید به عنوان برنامه اول. تقریبا میشه گفت که برنامه‌ای که از لحاظ فنی هم همین مشکل پیدا کردیم
ولی امیدوارم که مسائل فنی و تکنیکیمون رو تا برنامه بعدی رفع خواهیم کرد و با کیفیت بهتر و با البته که هر از چندگاهی با مهمانانی که دعوت خواهیم کرد به برنامه‌مون پربارتر و بهتر خواهد بود و مسائلی که در دیگر مدیاها، در دیگر رسانه‌ها یا اصلا گفته نمیشه، مطرح نمیشه و یا کم مطرح میشه، ما در اینجا با وضوح بیشتر، با تقریبا میشه گفت که به صورت صمیمی و به صورت حقیقی تقریبا میشه گفت مطرح خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد. تشکر از اینکه ما رو دیدید و تماشا کردید.